سلام دوستان. ادامه صحبتمون رو داریم راجع به تغذیه و اینکه بهترین مواد غذایی برای تنبلی تخمدان چه موادی هستند. مواد غذایی که سرشار از آنتی اکسیدان هستند. مصرف انواع توت‌ها، کدو حلوایی، گوجه فرنگی، آجیل‌ها، چای سبز، مرکبات و غیره که سرشار از آنتی اکسیدان هستند برای این افراد ضروری هستند. طبق تحقیقات افراد مبتلا به این سندروم سطح بالایی از استرس اکسیداتیو رو تجربه می‌کنند. با مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان می توان با این مشکل مبارزه کرد. توجه داشته باشید که نباید در مصرف میوه‌های مفید برای این بیماری زیاده روی کرد، زیرا می توانند سطح خون را افزایش بدن. غلات کامل. زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک حدوداً 4 برابر سایرین در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. مصرف غلات کامل با داشتن مقادیر بالایی از فیبر به کنترل سطح انسولین کمک می‌کند. غذاهایی چون انواع لوبیا، آجیل‌ها، میوه خشک، برنج سبوسدار و جو بهترین غلات کامل برای این افراد است.